خب یک سوال دیگر نسبتی ذکر بعدی نماز وقتی که تسبیح میگذرانیم در مسجد هم در دیگر جاهای هم جماعت میخوانیم همین سبحان الله میگن بعد از دربش گشته الحمدلله با تیز میخونن با الله اکبر همین تیز خواندن جایز است یا اینکه همین چنانه که سبحان الله سبحان الله سبحان الله گفتن نکن که 33 مرتبه یا اینکه بله. حالت است میشد که کمتر خواندن هم ممکن است نه باید 33 بار گفته شود طبق حدیث بعد به مضمونش اهمیت داده شود این خیلی که زبان گوید و سبحان الله سبحان الله سبحان الله گوید و هیچی معنا نمیتید انا خیلی میشد ها سبحان البته الله بین زمین و آسمان رو پر میکند به ثواب این سبحان الله بازی نیست از ملکی که سلیمان داده شد برادر گپ نزنید وقتی که سوال دادید چند بار گپ بریدید دیگر کسی قبول کن آواز کنده آمد است برای همین نفهمیدم بخشش عذر سبحان الله الحمدلله برو باید گفته شود الله اکبر یعنی بعد معنا میدهد این کلمه های آسان نیست این کلمه ها به کوه نازل شد کوه پاره میکند معناهای بزرگ داره الله اکبر الله از همه چیز بزرگ است از چیزی که من میترسم از چیزی که من به خاطر او شده نماز قضا کردم از چیزی که نباشد الله اکبر از تمام دنیا این دنیا با تمام زیر و زور با تمام کنز و کنوزش به یک روی مالچه که یک حور جنت دارد برابر نمیشد ولنصیفها علی رأسها خیر من الدنیا و ما فیها و یک روی مالچه که زنی حور دارد از دنیا و از اون چیزی که در دنیا هست قیمت است بنابراین به خاطر یگان مال و ملک دنیا به خاطر کار به خاطر وظیفه دینش را آدم ترک نمی کند چیزی که شما جستجو دارید چیزی که شما طلب دارید چی پول و مال است چی سلامتی است چی خوشبختی است همش در دست پروردگارتون